طرف مقصد مشکلات که هموطنای ما داشتن دولت پاسخگو بود، شدیداً رسیدن و پاسخگو بودن. من مطمئن هستم به خاطر این جام اونا یک تصمیم 100% دارن و تصمیم اینا یا تقریبا از یک هفته بیشتر میشه که اینجا هستیم ما شما نه، از یک هفته بیشتر میشه. اینا هیچ توجهی ندارن برای ما. شما امروزشون خودتون صحبت کردین؟ شما یعنی هم کسایی؟ بله ما در نایه رفتیم، تقریبا هم لیست خود تقریبا نماینده داریم، از 200 نفر به بالا برش دادیم که شما توجه بکنید. یعنی اینا اگر در کتابا ما کسی عالم است یا حافظ است میفهمه، در کتابا بیشتر رفتیم خواندیم که میگه هم یک ثانیه انسان نباید به وقت ضایع شود و اینا تقریبا یک هفته ما را به اون طرف ضایع شده و کلگی کار داره. تو نیست که تنها مصروف کار باشه و کسایی را میشناسم شخصا به مثل خودم که روزش اگر کار میکنه یک 5 دقیقه اگر در خانه باشه یا در مدرسه است یا در مکتب است مصروف درس خود است. این رقم نکنی آینده مردم تباه میکنی و ما این گفتنی داریم. بازم خواهشان برای این مسئولین میگوییم که اینجا باید خودشان تشریف بیارن که ما را از این مشکلات خلاص بکنن. و اگر شما این رقم فکر بکنید که برو بالای یک مایدگاه می قسم بانی تو خب ماشاکت میگیرید در مجاهد هستی و یک قدم مردم دیگه چی کنه برات ویزی کنه، خب مجبور است که نه کار نتونه دیگه کار نیست. اینجا چی میکنه در خاک؟ یعنی کلگی می صبح می اینجا کت خاک که می شام میره. اگر کسایی که مجرد است و مادر جانش بر شام میده برو بچه میگه تو خدا پاک صفا باشی، اما مصرف او از کجا کنه، اما بل برق از کجا کنه، اما کرای راست کجا شود؟ اینمی که تو اینمی جمعیه که یگان تاس خانه برو میای پای پیاده میای و یک قدم مردم کراش دور است. بعضی ما خبر شدیم میگه ابدان آیا را اینجا آورده. بله ابدان آیا اینجا آمده. وقتی که ابدان آیا آمده او از راه دور چه رقم تایجه بیه. یعنی شما درک بکنه. اگر شما میگی و پیش تر یک برادر ما بیخی گریه کرد مصیبه، ما اونجا شاهدش بودم، گریه کرد و ما د چیز رو میته بیچاره که تو قنداق زده بود. خود تو بیا اگر تو که قنداق میزنی میریم به کتابا از ابوبکر صاحب، عثمان صاحب، علی صاحب، عمر صاحب تو نشان بده و تا امیالی که مشایخ هستن تو نشان بده کدام کتاب ثابت است که همین خود شجاعت عمر صاحب قدر بنده اگر شیطان میده شیطان 40 متر فرار میکرد او این کارا نکرده بود. تو به کدام جرأت کارا میکنی؟ یعنی چی گناه کرده بود که عزت؟ او بیچاره میگه من میز خودم میورداش مرا که قنداق دا پشتم زد. تو بیا خود تو نشان بده، تو ثابت کو تو نیست که یک غریب کار اینجا کار میکنه دیگه او چیزی را نخوانده. به خدا از تو که در وظیفه است نه از اونمو چیز اونم بالا را میفهمه چرا کو زحمت کشیده. امام بخاری، امام مسلم، کلگی امام همه تو ثابت است تامیال. تو نشان بده کی کدام کار تو میکنی. اما نه ما درد دل ما را میگوییم و ایمان ما قوی است و ما ترس نداریم. اگر یک پیش طرف او مصاحبه کرد میگه من میترسم مصاحبه نمیکنم که پشت من نبیا، ما حاضر هستم بیا، ما حاضر هستم. اگر تو به خاطر میگی که مرا میبری که تو چرا یک بار زدیم چی میگه کتابا نوشته میکنه میگه اگر کسی که به سر مال خود و به عزت خود او را میبرن و کشته میشه او شهادت نصیب شده، او درجه شهادت نمیگیره.